سلام علیکم دوستان. یک جای کار هسته در مگزینی فروش جواهرات و دیگر اشیایی که متعلق به همین جواهرات و چیزهای زنانه هسته. کارگر لازم دارن، باید کارگر زن باشد، زنی حجاب پوش میگد، زبان عربی و ترکی را خوب بدونه، باید 30 ساله پایان باشه. 7000 اویله که میتین در اول و نسبت هسته فروش، یعنی که چند قدر فروشی که میکنن در ایران حق میتین ای فروش، یعنی به علاوه بر معاشش چی میگیره؟ فایزی فروش هم میگیره. و اگر که میگه بسیارتر خوبتر کار که بتونه، ممکنه که معاشش ای 10,000 لیره ترکی در ماه زیادتر بشوه. کسای خواهشمندو میتونن که به این رقم بدگی زنگ بزنن. زنده و سلامت باشین.